سلام علیکم، وصال حق، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید بیننده عزیز، لطف کنید خودتون رو معرفی کنید و در خدمت شما هستیم. خواهش می‌کنم خدمت از ما جناب عباسی عزیز. احوال شما خوبه؟ سلامت باشید، سپاسگزار از شما. من رسول هستم آقای عباسی عزیز. بله آقا رسول عزیز، بفرمایید. خسته نباشید، خسته نباشید. سلامت باشید، سپاسگزار از شما. خدمتتون عرض کنم که ما که الان تقریبا 8-9 ماهی است که به لطف خدا و با هدایتگری های برنامه وصال حق خب به لطف خدا دیگه به هر حال هدایت پیدا کردیم. الحمدلله. خداوند به ما لطف کرد با کمک شما. قبل از اون می‌خواستم سلام کنم خدمت جناب آقای انصاری، آقای دهقان، آقای عبدالرحمن انصاری، خود حضرت عالی، آقای احمد آقا و همه دوستان عزیز. خدمتتون عرض کنم که جناب عباسی ما دیگه تقریبا آخرای عمرمونه دیگه. چی عرض کنم خدمتتون؟ الله حفظتون بکنه و طول عمر نصیبتون بکنه. بفرمایید. خواهش می‌کنم جناب عباسی. من خودم که خوب نمازمو میخوندم از 24-5 سالگی به دنبال، یعنی از بعد به انقلاب تقریبا برمون شدم که ببینم این دین چیه، چی میگه، چی نمیگه. هر چی بیشتر میگشتم کمتر پیدا میکردم، هر چی بیشتر مطالعه میکردم از حقیقت دورتر میشدم. این کتابایی که در دسترس ما بود در بازار بود، 2000 جلد کتاب من خریدم. فرض بفرمایید تقریبا تمام اون کتابایی که شما رجوع میدید برای شیعه ها، البته اینا رو ما مطالعه کرده بودیم. چیزی نمیدونستیم. اهل دشمن اهل بیت میدونستیم که دقیقا اینجوری نیست و برعکسه و بسیار اینا محبتشون از ما شیعه ها بیشتره به اهل بیت. بله. خلاصه وقت برنامه‌تون نه خواهش میکنم ادامه بدید، میشنوید. ما بچه هامون اینا نماز نمیخوندن. اینا هرچی میگفتیم بابا شما چرا نماز نمیخونید، هر کی نماز نخونه دین نداره، کافره. اینا میگفتن که اینا این حکومت اسلامی که هست میبینی این چه اسلامی، اگر اسلامی اینجا هست ما دین نداریم. تا اینکه با یه برنامه آشنا شدیم. منم اون برنامه اول بود با آقای قدوس، با آقای دهقان صحبت کردم در این مورد. ایشون دلداری دادن، گفتن شما صبر کنید، شما بگید دیگه، بیشتر از این به شما حرجی نیست. الحمدلله الحمدلله الحمدلله، به لطف خدا، به لطف خدا، به لطف خدا. کمک این بچه هم یک کم راغب شدن این برنامه شما رو میبینن، دارن نماز میخونن. بسیار خوشحالی. ما اصلا زندگی ما، افکار ما، دید ما، روش ما، همه چیز ما در این مدت کوتاه فرق کرده و نیست به غیر از این که اول خدا بعد شما. ما چیزی را از دست ندادیم که هیچی. یه گلم چیز دیگه به دست آوردیم. ما باید حفظ اهل بیت بسیار هم دوستشون داشتیم، الان هم دوستشون داریم، چیزاتون کردیم. چیزایی دیگه به دست پیغمبر رو به دست آوردیم. ما اینا رو اینقدر هم پاشی کرده بودن، اینقدر هم پاشی میکردیم ما فکر میکنیم اینا دشمنای دینن و درست برعکس این بوده. وقتی که ما پیوردیم به قرآن، آیه سر سوره توبه، اون آیه که زیر درخت و آیات متعددی دیگه و قوم خیشاوندی حضرت عمر خطاب با امیرالمومنین و با جناح بودن حضرت عثمان با امیرالمومنین و هزاران و دیگه. ما اصلا نمیدونستیم و اطلاعات و آگاهی نداشتیم. اینا رو خداوند اول و بعد به برکت برنامه شما متوجه شدیم و الان هر چی میگردیم تو بازار که این کتب ما گیر بیاریم پیدا نمیشه اصلا. انگار که قطع کتابه. من نمیدونم. در هر صورت ما از برنامه‌تون بسیار بسیار متشکرم جناب، بسیار متشکرم. دیروز آقا عبدالله به شما توهین میکرد، باور بفرمایید دیروز اینقدر من عصبیم. اون ملعون راه ندید آقا بیاد رو خط، راهش ندید بیاد رو خط. اون زمینایی که حقوق میگیرن میاد اینجوری مزاحم برنامه‌هاتون میشه، مزاحم وقتتون میشه. توهین کرد، حرفای بعد بیرا میزد، نه اهل منطقه، نه اهل گفتگو، نه اهل استدلاله. اصلا شما هر چی میگفتید با متانت، با برادری، اون میدیدید توهین میکرد. من
خدا شاید اینقدر ناراحت بودم از اون دیرون انگاری که داره من آزار میده. خیلی هم سعی کردم همون موقع تماس بگیرم، متاسفانه نتونستم یه چیزی بهش بگم اونو نکن، این کارو نکن برات من. تو اگه پیرو امام حسینی، تو اگه واقعا پیرو امام حسینی، امام حسین در صحنه کربلا گفت با اگه مسلمون نیستین لااقل آزاد مرد باشید. بله. آزاد مرد باشید دیگه، نکنید این کار. عزیز من ده نیستی، تو اون چی که مدعی نیستی، چرا دروغ میگید؟ در هر صورت ما از برنامه‌تون بسیار بسیار سپاسگزاریم جناب. بسیار بسیار سپاسگزاریم. خدا خیرتون بده آقا. خدا خیرتون. سلامت باشید. سلام برسونید آقا. بزرگیتون. سلامت باشید. مؤید باشید. امری داشته باشید. سلامت باشید. سپاسگزار از شما. موفق و مؤید باشید. سلامت باشید. تشکر از شما بیننده عزیز. آقا رسول از ایران و صحبت‌های بسیار زیباتون، روشنگری هاتون در مورد وضعیت موجود در جامعه ایران و همچنین اظهار لطفتون به شبکه جهانی وصال حق.